سلام، من سحرم سرسیسرا، عاشق دنیای آگاهی و قراره که اینجا با هم سفری رو در مسیر بیداری و موفقیت طی بکنیم. چی گفتم موفقیت و بیداری. برای اینکه این موضوع و مفهوم واقعی این کلمات رو بهتون توضیح بدم، باید دو تا بخش کاری این چنل رو بهتون معرفی بکنم. بخش اول بخش کار درونیه. کارهایی مثل مدیتیشن، مایندفولنس، کنترل عواطف و احساسات و چیزهایی از این دست که مثلشون رو گذاشتن بیداری و آگاهی. بخش کار درونی رو داریم که شامل ورزش، ایجاد کردن عادتهای مختلف و ترک کردن یه سری از اعتیادها و کارهای از این دست که من اسمشون رو گذاشتم موفقیت، چون که توی عام جامعه به عنوان موفقیت کاری که تو به موفقیت میرسونه جا افتاده. به نظر من طی کردن مسیر موفقیت بدون بیداری چی نیست، تهش پوچه. این جمله معروف رو شنیدین که میگن همه آدمای موفق و پولدار خوشبخت و خوشحال نیستن. این دقیقاً برمیگرده به وجود یا عدم وجود همین بیداری و آگاهی که ما در ادامه مسیرمون این موضوع رو کامل درک میکنیم. من بهتون کاملا توضیح میدم و با پوست و گوشت و تمام وجودمون درکش میکنیم، لمسش میکنیم و زندگیش میکنیم. حالا هدف این چنل و خدمتی که قرار به شما بکنه چیه؟ راستش من از وقتی که وارد این مسیر شدم آدمای مختلف و یوتیوبرهای خیلی مختلفی رو دیدم که هر کدوم از بعدهای متفاوتی این موضوع رو بررسی کردن. مثلا یکی مسیر بیداری آگاهی و موفقیت رو از نظر علمی بررسی کرده، یکی از نظر تکنیک ها و روزمرگی ها، یکی از نظر عشق و قلب، یکی از نظر بازی ذهنی و یکی دیگه از نظر ارتعاشات و قانون و جذب و همینطور الی آخر. و گاهی من در صحبت‌های همه این عزیزان به تناقضای برمیخوردم که نمیتونستم تیک‌های پازل رو کنار هم بذارم و کاملش کنم. ولی بعدش که این آموزه ها رو زیست کردم متوجه شدم که این تکه‌های خالی پازل فقط با تجربه که پر میشن و میتونی ارتباط خیلی عمیق بین همه این آموزه ها چک بدی و پیدا بکنی. و حالا من قراره که همه این پازل‌های پر شده رو با شما عزیزان به اشتراک بذارم. و آخرین بحثی که من توی این ویدیو به عنوان ویدیوی معرفی چنل بهش میپردازم اینه که چی شد من به این راه و مسیر خودشناسی و آگاهی علاقه‌مند شدم. راستش من سند یک لایو از آقای حسین اورا که توی یوتیوب اشتراک گذاری کرده بودن با این مسیر آشنا شدم، با بازی ذهن، با کنترل کردن افکار و از این دست چیزها آشنا شدم و به نظرم خیلی جذاب و قشنگ اومد و اینکه تونستم توی زندگی واقعا عملیش بکنم و واقعا نتیجه داد. یعنی از روز اولی که شروع کردم به تمرین کردن و انجام دادن اون چیزهایی که یاد گرفته بودم واقعا نتیجهش رو دیدم. بعد از اون با دوره استقلال ایشون آشنا شدم و تونستم که ارزش خودم رو درک بکنم، تونستم خودم رو بشناسم، خود واقعیمو، تونستم اشتباهاتم و خوبی‌ها و بدیام و استعدادها و اون چیزهایی که توشون استعدادی ندارم رو بشناسم. وقتی که خودتو بشناسی بهترین عمل و بهترین پتانسیل خودتو کشف می‌کنی و میتونی عملیش بکنی. و من وارد یه سری از گروه‌های شدم که این گروه‌ها همشون در مسیر بیداری و آگاهی و رشد و موفقیت بودن و یه سری عزیزان اونجور سوال‌هایی می‌پرسیدن که من به اون سوال‌ها جواب دادم و با آگاهی که توی این مدت کسب کرده بودم به اون سوال‌ها جواب دادم و خیلی استقبال شد از مدل صحبت کردنم، از گفتنم و از اطلاعاتی که داشتم. و بعد از اون یه سری ایده ها به ذهنم رسید که برای پیج و چنلم انجام بدم و امیدوارم توی هر شرایط از زندگی که هستید، توی هر زمان و هر مکانی که هستید قلبتون باز باشه برای دریافت این فرصتی که در مسیر بیداری و موفقیت پیش پای شما گذاشته شده.